درود به شما همجانان. واقعا بیاید اکنون به بحث زردوش خاتمه گذاریم. طولی هفته طوری که گفتم اونقدر گناه های من رو گرفتید که بسیاری جاهل بچه ها حقارت کردن، تحقیر کردن، تهدید کردن، ولی اکثر کلی اونها نفهمیدن که برای چه حقارت کردن، چون از روی آوازه ها مردم ما نه میخوانن، تقریبا بعضیشون نه گوش میکنن. من تمام ملت تاجیک رو، یعنی ریشدارانش رو تحقیر و توهین نکردم. مخاطب من مولا عبدالرحیم بود. اگر باز یک بار دیگر همین مولا عبدالرحیم اگر زردوشت رو، اگر گذشتگان ما رو حقارت کرد، باز یک بار دیگر پخماق ریشش میگوید. و یک چیز رو به خاطر بگیرید، وقتی که ما و شما، خواه مولا عبدالرحیم، خواه حاجی فلانی، مخدومی فلانی، امام فلانی، وقتی که شما گذشتگان رو حقارت میدهید، تن با ملت تاجیک خود میکنید. مثلا ببینید که گذشتگان عرب، قوم قریش، مثلا گذشتگان حضرت محمد هم غیر دین بودن، بود پرست بودن. لات و عزات رو میدونید، 365 بودشان رو میدونید. عبدالله پدر حضرت هم غیر دین بودن، ولی هیچگاه عرب قوم قریش را حقارت نمیدید. و حالا یگام عرب، یگام اروپایی، ترک، چینگیزی، یگام قوم دیگر، امریکایی ها شما رو مجبور نکرده ایستاده است که گذشته خود را حقارت دهید. وقتی که شما میگویید که زردوشت گذشتگان ما یعنی نکاح محارم داشتن، با دخترش ازدواج میکرد، برادر با خواهر، مادر با پسرش، یعنی خودتان را شما حرامزاده اعلان کرده ایستاده اید. عیب بس در مقیاس بین المللی که یعنی 1000 سال قبل ما هممون ولد زنا بودیم، از خون حرام بودیم، یعنی که از خون همدیگر بودیم. این دروغ از هر دولتی که دولت دیگر رو غصب میکنن. وقتی که عرب ها مثلا فارس رو غصب کردن، اولین کاری که این دولت غاصب میکنه دین رو نابود میکنه و تهمتنامه های زیاد مجاهدین علیه دین زردوشی کردن. این گپی 1400 سال پیش است. چرا امروز مثلا این حاجی دامده های بی سوادی ما سری زبان کرده ایستادن و ما رو شرمسار و شرمنده میکنن؟ شما زردوشت رو این کار میکنید، اوستا رو این کار میکنید. اوستا رو این کار کردید، 5000 سالگی تمدن و فرهنگ خودمان رو این کار میکنید. من از یگام نفر شما نمیترسم. الحمدلله مسلمانم فقط از روی ننگ، ناموس، حمیت و احساس ملی هم نمیخواهم و نمیمانم که نمیگذارم که مثلا گذشتگان ما رو در سیمای زردوشت که پیندار نیک، کردار نیک، رفتار نیک اساسی تمام دین های بشری است حقارت بدید. گناه ندارن اونها. بیاید جوانان، نفرانی که چند وقت آخر تهدید تحقیر و حتی با حکم قتل مرا مثلا پیشنهاد کرده، دنیا بسیاری نیست الکی من به مقامات مراجعه نمودم. 3-4 نفرتان در خود تاجیکستان بودن. اکنون با بعد 2 روز بزانو میزنید، خواهش میکنید، محبس میشینید. دنیا به